پیامبر صلی الله علیه و سلم در این حدیث گفتند که مثال آنهایی که شریعت نمیرساند، امر معروف نمیکنند، نهی منکر نمیکنند، مثل یک مردمی که در کشتی نشستند. کشتی دو طبقه دارد، طبقه پایانی، طبقه بالایی. طبقه بالایی آنهایی که در روبروی باران و آفتاب نشستند و از بحر هم همه وقت استفاده کرده میتونند، آب میگیرند، ماهی میگیرند. اما آنهایی که در پایان هستند به واسطه نردبان ها و بالا برآمده از طریق بالا برای خود آب میگرفتند. و روز کسی از بین آنها گفت که آنهایی که در طبقه پایان کشتی بودند بیایید، گفت هر روز ما برآمده به واسطه بالا آب نمیگیریم و از همینجا یک سوراخی میکنیم برای خود ما، از کشتی را سوراخ میکنیم و از همینجا آبی در کاری ما میگیریم از بحر. و این گپ آنهایی که در بالا هستند شنیدند. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که اگر آنهایی که در بالا هستند خطر این عمل را دانستند، اگر فرامده از دست برادرشان قپند، از دست برادرشان گیرند و گویند که این کار را نکنید، اگر شما از کشتی را سوراخ کنید کشتی غرق میشد، ما هم غرق میشیم، شما هم غرق میشید. گفته اگر نفهمونند یا دستاشون به زوری باشد هم نگیرند، تمام اهل کشتی غرق میشن. اگر آمده نهی منکر کنند، از این کاری بد باز دارند، نجو و نجو جمیعا، هم پایان آنهایی که در پایان هستند نجات مییابند، هم آنهایی که در بالا هستند نجات مییابند. بنابراین امر معروف و نهی منکر این بسیار اصول شریعت هست. اگر ما یک آدم گناهش بینیم و گوییم که خیلی قبرش جدا، قبر من جدا گوییم، ما به سبب حالا اون آدم روز قیامت ما رو لعنت میکنه، میگه الله ای الله این به فلانی بنده از گناههای من با خبر بود و مرا نمیداشت از این گناه، مرا نصیحت نمیکرد، مرا امر معروف نمیکرد. گفته از بالای ما دعوا میکنه. امید میکنیم که این سخنهای شما با حکمت، سخنهای بسیار با حکمت بود. آنهایی که به خودشان میکشند و فهمیدند که به کی تعلق دارد میفهمیدند، درک میکردند. واقعا علم آور است، واقعا علم میکند.